بگذاریم که فضا و فرصت خدمت برای همه ایرانیانی که دل در گرو این مرز و بوم دارند باز شود. بگذاریم که شایستگان به ملت خدمت کنند. بگذاریم که سینه ها از کینه ها پاک شود. بگذاریم که آشتی جای غم و دوستی جای دشمنی بنشیند. سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. بگذاریم که اسلام با چهره رحمانیش، ایران با چهره عقلانیش، ایران به شێوازێکی انقلاب با چهره انسانیش، انقلاب بەتی انسانی گۆنا و نظام با چهره عاطفیش نظام عاطفی همچنان حماسه بیاورد و یخلق النصر یوم پر افتخار اخیر آن را هیچ کس به لذت شالوده گذاری نکرد. مسلمان ها شما قوی ترین امت دنیا هست. من سنگینی بار این رأی و این تنفیذ را احساس می‌کنم و تنها و تنها به خدا پناه میبرم. خدا کمکت کنه. فردا حتما روشن. از آن دستگیر بنده نواز خالصانه و خازهانه درخواست میکنم این بنده ضعیف خود را از شر کبر و غرور، حرص و بخل و حسد وارهاند. خداوندا به تو پناه میبرم. خداوندا به تو پناه میبرم. از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و رجعیتی و منتقدان. اینجا فشار است. صدای رافتی ملتیان، صدای انقلاب. توجه فرمایید. خونخوار شهر خون آزاد شد. بارالها یاریم کن تا بنده مخلصی برای تو خدایا یاریش کن و خادم لایقی برای مردم باشم. خادمی لایکی به مردمان بابا. و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است. سخن بسیار است و مجال اندک، چه بهتر که سخن را کوتاه کنیم و پای در رهن همتش مدرقه راه کنه، طاهر بود ای طاهر بود که دراز است ره مقصد و من نو سفرم.